أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از گناهان کبیره این مال یتیم را با ستم خوردن می باشد. الله در قرآن می گوید ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. البته کسانی که مال یتیم را با ستم می خورند، ناحق می خورند، آنها در حقیقت آتش جهنم را می خورند. مال یتیم به کسی وفا نمی کند و کسی که سرپرست یتیم باشد باید از مال او با ستم خوردن مال او خودداری بکند، زیرا او آتش جهنم را می خورد. در قرآن الله میگوید و من کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. هر کسی که سرپرست یتیم باشد، اگر او ثروتمند باشد، فلیستعفف، باید عفت را پیشه بگیرد، مال یتیم را نخورد. و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر او فقیر باشد به قدر حاجتش، وقتی که سرپرست یتیم را به عهده دارد به قدر ضرورتش استعمال بکند، باقی ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند به عوضش خانه بهترین در آن خانه است که در وی یتیم مورد اکرام و احترام و احسان قرار گرفته باشد. بدترین خانه مسلمان همان خانه ای که در وی یتیم را ظلم میکنند. یتیم شخصی است که پدر ندارد، هنوز به بلاغت نرسیده است، او یتیم می شود. یتیمی که آغوش پدر را ندیده است، مهربانی پدر را ندیده است، او را یتیم می گویند. زمانی که این آیت نازل شد که البته کسانی که مال یتیم را می خورند آنها آتش جهنم را می خورند، صحابگان بعضی یتیم ها را به عهده داشتند، به نزد پیامبر آمدند، گفتند مال آنها به مال ما آمیخته است، ما چگونه و از مال یتیم دست بکشیم، در حالی که ما سرپرست یتیم را به عهده داریم و خوراک جدا کرده نمیتوانیم. خوراکی که جدا میپزیم آماده میکنیم، یتیم نیز میخورد. آن یتیمی که خوراک یعنی جدا آمیخت کرده نمی شود برای ما مشقت است. سپس آیت نازل شد که یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح. الله میگوید وقتی که شما از مال یتیم پرسیدید، اگر شما با خاطر اصلاح و بزرگ شدن یتیم این کار را بکنید، اگر این تخالطوهم و اگر مال و ثروت یتیم را با مال خودتان آمیخته بکنید و یتیم برادر شما است، به خاطر سرپرستی یتیم مال او را به مالتان آمیخته بکنید اما ظلما نخورید، باکی ندارد. و الله یعلم المفسد من المصلح. الله میداند شخصی فسادکار را از شخصی اصلاحکار. شخصی به خاطر فساد مال یتیم را آمیخته به مالش میکند و سپس مال یتیم را میگیرد. من بزرگ کردم گفته الله والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتکم. اگر الله میخواست بر شما مشقت میکرد و مال و ثروت یتیم را جدا بکنید و خوراکتان را جدا آماده سازید و خوراک یتیم را جدا آماده بکنید، در این وقت برای شما مشقت میشد. قصه آوردن که میگویند که یک مرد بسیار شراب نوش بود. سپس یتیمی را در خیابان ها میبیند و او را اکرام میکند و مثل پدر او را
و طعام می دهد، به آغوش می گیرد. سپس همان شب خواب می بیند. می گوید که در خواب دیدم که قیامت، ساعت قیامت برپا شده است و ملائکه ها فرشتگان جهنم به جهنم برده ایستاده بودند. من در این حالت خار و ذلیل بودم. و سپس این یتیم از پیشم برآمد، گفت این را از آزادش بکنید، مرا اکرام کرده بود. سپس فرشتگان میگن که ما به این امر نشدیم، او را به آتش جهنم پرتاب میکنیم. از پس کسی ندا کرد که او را آزادش بکنید. او در حقیقت شفاعت، یعنی یتیم شفاعت او را به عهده گرفت، شفاعت کرد. سپس این شخصی شراب نوش میگوید که من از خواب وقتی که بیدار شدم توبه کردم، رو به سوی الله آوردم. مردی به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آید، می گوید من قلبم سخت شده است، شفقت و رحمت از قلبم برداشت شده است. پیامبر می گویند که سر یتیم را مسح بکن و به او طعام بده و او را اکرام بکن و مثل پدر به آغوش بگیر، قلبت نرم می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که من و سرپرستی یتیم در جنت، در بهشت، نزدیکی به مانند نزدیکی 2 انگشت می باشد. خوشا به حال کسی که یتیم را اکرام می کند و مثل فرزند خود بزرگ می کند. در حقیقت او به وعده پیامبر نائل می شود. این بود یکی از گناهان کبیره، مال یتیم را ظلماً خوردن می باشد. این بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.